سلام دوستای عزیز، بیاین که امروز ورکاوت پیش از 30 دقیقه تمرین از پا استفاده کنیم. با چی استفاده میکنم؟ من با مونستر سفید بدون شکر، ولی دقیقه میره 20 دقیقه پیش از تمرین باید استفاده کنیم بچه ها، یا 30 دقیقه. تشکر دوستا، با امید ورزش خوب امروز. دیگه من نرمش کردم اول. لانچ پام با دنبل میزنیم. البته یک چیز اعتراف کنم که دیده پروگرام تمرینی مخونه است. بازم کوچ ما که ببینم من ببخشم، با خاطر که خیلی کاردیو میسوزونی در حرکت دیگه باید بزنم. بهترین حرکت است برام، خیلی خوشش دارم. دیگه شروع میکنیم با بریم دیگه روی پای بزنیم. بریم دیگه. حرکت از نیم زیاد شدیم. یک وعده غذایی خود بخوریم که نه که زیاد نه کم. البته بعضی بچه ها نمیکنه این کار، هیچ ورزشکاری نمیکنه دیگه. از ما کمی متفاوت تر است، به خاطر که زمان کار کنین وقت نیست. در غذای خود برسین 6 وعده 5 وعده است. میام میان غذا است، خاطر از اون میان غذا رو خدا به ورزش پورا میکنیم دیگه. باشین که بچه ها من غذای خدا بخورم، بعد از اون در تمرین دیگه ادامه میدیم. رفته ده دقیقه دیگه کاردیت میزنیم. تمرین پام دیگه بس. اولی پایم خوب که بکنم دیگه رو باشنه میکنم.